دوستان، خوش اومدید به این ویدیو. من پارسا هستم و اومدیم با گیم پلی بازی لایرز بار که یه گیمیه که این چند ماه طرفدار زیادی پیدا کرد. ما هم گفتیم که بیایم یه گیم پلی ازش بگیریم به عنوان اولین ویدیو چنل. با دو تا بچه ها اومدیم، خودتون رو معرفی کنین اینا اگه میخواین. سلام دوستان، منم آتیلام. خوش اومدید به این ویدیو. سلام دوستان، من شایانم. خوش اومدید به این ویدیو. امیدوارم که خوبی داشته باشید. بله، خب توضیح میدین یا بدم بازیو؟ باید یه توضیح کوچولو بده. آقا بازی که گفتم حالا طرفدار زیاد داره، تا خودتون بدونید، ولی حالا من خلاصه بخوام بگم دو تا مود داریم، بیسیک و دویل. ما دویل میخوایم بریم. تو بازی معلوم میشه الان، حالا تو ویدیو هر کی که بهش دویل بیفته نشونتون میدیم که چه جوریه. همون ببینید بازی به اینطوری که ما همون کارتای پاسور خودمون، صدای بازی رو کم کنیم، با همون کارتای پاسور خودمون که بین اون پخش میشه ما باید که حدس بزنیم که کی دروغگوه. حالا چجوری؟ هر کی یه کارت، الان ببینید میز مثلا کوینه، یعنی باید هر کی که کوین داره کوین بندازه. حالا یکی میتونه نندازه که ما باید حدس بزنیم که ننداخته و بگیم که مثلا اون دروغگوه. الان مثلا شایان دوتا کوین انداخت، من باید بگم که دروغ گفته یا حالا راست میگه. اول من اسمارم بگم، اساس این شایان ومپایر آتیله برستم منم. خب حالا مثلا پارسازش من انداختم یا نه؟ تو نه، تو زیر میزنی، ولی حالا من خودم الان نگاه. نه این کارو نه. الان آتیلا 3 تا کوین انداخته. زر میزنه ولی من میشه اهمیت نمیدم. 3 تا کوین؟ هی بابا میتونید لایر بزنید. نمیتونم که. الان آتیلا هم احتمالا اون دوتایی که دستشه کوینه، یعنی من این دستو باختم. باختی نه اب نداره باختم. یادی رو دروغ گفته باشید لایر میزنید. آره بزن بزنم؟ آره دیگه بزن. نداره بیا داداش عشق کردی؟ آقا کارت دیویل افتاد. کارت دیویل چون افتاد جفتم. چرا نزد شایان؟ آها شایان دستو تموم کرد. خودم شروع میکنم. همینو برو. دو تا 3 تا میندازم وسط. ببین آتیلا میخواد دری 3 تا بندازه تموم شه. پارسا به نظرت بزنم یا نه؟ آره نمیدونم، بزن حالا یه بار ببینیم. بزن تو خوش می‌کنی. بیشور تو برای منو جرأت بده. اشتباه کردی دیگه. غلط کردی، تو نمیزنی من بزنم. بیا نمیزنم. من باید میزدی شاید. بیا دیدی باک تو سره، گفتم بزن. بنازم چرا سه پشما داداش وقتی همه کارتشو میندازی یعنی تموم کردی دیگه. چرا؟ نه آخه میتونی الکی هم بندازی. استراتژی جالبی. ایس میندازی میگی تموم کرد. خب اینه عالیه. بزن دیگه. بزن دیگه. این دویل داره حاجی. وقتی یکی بازی میکنه دویل داره. ای دهنتون.
حاجی ممکنه ننداخته باشه. بعد شاید هم آره. دست هرچی قبلی خودت میدونی، هیچ فرق نمیکنه. چرا اون میپرس؟ من خودت به نظر بزن. من بزن نمیزنم. بزن دیگه. ولی کارت زیاد داشت. ای داری بیشور. نمیدونم. من کارت ندارم. وای دوتا. قبلی چی بود؟ ها؟ قبلی چی بود؟ کوین بود. خب چی؟ دوتا اولی و چرت و پرت انداخت. من بالاخره یکی رو باعث پشمام. عالی. قدرتمند. اولی خیلی حال کردی آقا شایان. ببین چه پر قدرت شروع کرد. خب من هر کارو میکنی ها این کار نمیکنی. من میام اول بازی 3 تا کینگ. اوه نمیده. پارسا زر میده. آی نمیدونم. ای دهنتو سرویس. وای الان دومی میمیره. بابا این خیلی خرشانسه. مردی. من خرشانسم. اصلا حال کردی؟ چرا لفتشو میای خب؟ ساعتتون نمیخوام. خب اومدیم دست دوم. چه لگ سهی خوردم یهو. کارت های جوکر هم میاد با همه کارت هم. آره کارتش الان مثلا میز ایسه اگه کسی جوکر داشته باشه میتونه جوکر بندازه به جای ایس. مشکل نداره. دوشواری نداره. دیگه چی داری بزنی؟ بازی ایسه عجیبه. زر میزنه Someone's پارس. feeling bold. من کاری به اون ندارم. 2 aces. نداری. One ace. شایان دیدی من کاراکترش کاری چه به- با دقت کارت میندازه. خب خیلی ممنون. این نزن پارسا. خیلی That's ممنون. brave. Or foolish. ببینم دوباره صدای بازی من زیاد One شد. ace. من یاد کردم یک کار. هر دفعه صدای بازی من زیاد میشه. اصلا فایده نداشت اه. شایان ولی جوش بیشتر بود با ایس. کلک خوردی. تو که نمیمیری، تو 5 میری. پش باورم آجی، نمیشه. امروز عجیب داره پیش میره. چرا همه دارن اولی میمیره؟ تو دومی مردی ولی. من رو دوم. دفعه قبل. این رفتیم. کوینه. برو بینی. Someone's feeling bold. جدی اوزیلا خیلی سیسی در دست رو دیویل بود. نکن. وای وای آجی این حرکتشو اصلا دوست ندارم. نداره بزن. من خودم هم آخه ندارم. بنازم. میگم نداره. 3 تا تو انداختی؟ بتا داشتم انداخت. میدونست. بابا پشمام اگه میشه پشمام آقا پرقدرت اولین وینمو. من 2 بار اول اصلا واقعا نمیفهم. آقا شاید به ما نمیخوری. ناکن سی سوقا. نوبی. واقعا دست سومو بریم. اوه این ما غیر منطقی. یک چی؟ غیر منطقی رو یک. آره نمیدونم مثلا امروز واقعاً. عادی نیست امروز. آقا ایسه. من برای ایس 2 تا میرم. Aces.
Hope that pays off. خب خدا رو شکر من این دست رو خیلی ایزی رد کردم. Ace. 3 aces. بردی. آتیلا ایسو بزن ایسو بزن. بزن. نه میتونی بزن. ریسکش نمیارزه. بزن. راخ منم بردم. خدا آتیلا هم نداره. من بردم. بردی؟ این چی بردی؟ آره. Ace. یه ایس دارم یه ایس دیگه هم انداختم برد. کرم داری بنده دیگه دوتا. نمیشه ایس چیه دویله. آها. ای چرا نمیتونم دوتاتون رو با هم بزن. اولی بمیرید واقعا باورم نمیشه. چه عجب. این دست نه دیگه این دست طولانی میشه. بابا دیم کوینه. کوینه. برو بینا. 2 queens. دوتا کوین میری. آره. منم میرم. 2 queens. خوب میری. آتیلا هم دوتا میره. بله. 1 queen. این یه دونه رو حس میکنم یه دیویلی چیزی هم 1 queen. دیگه نداره دیگه مطمئنم هر چی بندازه میزنم یکی. خیلی عجیبه. هر چی میندازه میزنم. بندا هر چی بندازی زدم. بندا. دویلم اون خب مگه میشه؟ من فکرم دویل دست شایانه. یه دونه هم. No goal, just fate. نه این شاید نمیره فعلا. حاجی برده شور تو. امروز اصلا چرا آتیلا این جوریه اصلا نمیفهمم. آتیلا برای هر کی لفظ اومده مرده. دوستان لفظ بیام. غلط کردی اصلا بذار تیر بزنم. بدبخت. منو تو نذاری منو. چی نزدیم نه. من این دست 3 تا 3 میندازم. queens. منم 3 تا میندازم. خب نباید این کارو 2 میکرد. queens. چقدر خوب دارم پیش میرم این دفعه. اصلا پیش ایکس میرم. نزدم. به قرآن اولی بمیرم. بمیر بخندیم ویدیو رو تمام کنیم. نداره دیگه. بچه ها خوشحال باشن به باورم نازا. نمیشه. حاجی امروز عالی. اصلا عادی نبود. جدی یعنی واقعا نمیفهمم. جدی نمیفهمم. این هم یه سیس اوقا برای دوستان عزیز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و برای ویدیوهای بیشتر کانال رو ساب کنید، کامنت بذارید و همین دیگه. نکته ای نمیمونه. کسی چیزی داره بگه که بریم برای خدافظ. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی. تا ویدیوهای بعدی چی؟ چرا تا ویدیوهای بعدی سکوت. خب آقا تیلا شما چی؟ همین دیگه. تا ویدیوهای بعد. خداحافظ. بله خب همین دیگه.